سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیوی امروز. داستان امروز خیلی قویه. چطور قوی نباشه وقتی در مورد ماورا طبیعیه و کاملا واقعیه. هیچ کس از ما مجبور نیستیم که یک راه معینی رو طی کنیم. حتی اگه یک نفر ما رو مجبور کنه که یک مسیر رو طی کنیم، در هر زمان و تحت هر شرایطی میتونیم مسیرمون رو تغییر بدیم. داستان امروز در مورد جادوگری که توی دوره‌ای تونست وارد خونه هر عربی بشه، اما با کاری که کرد خدا رو راضی نکرد. پس قطعاً پایان داستانش هم برای خودش راضی کننده نیست. قبل از که شروع کنیم باید یک چیزی در مورد کار جادوگرها بدونیم که اونم حرفایی که توی کتاباشون می‌نویسن و تکرار میکنن که ورتا هستن. بهشون میگن طلاسم که مفردش میشه طلسم. این طلسم‌ها عبارت از آیات و کلمات غریب و نامفهومی هستن که برای احضار ازشون استفاده میکنن. گفتن طلسم‌ها به تنهایی کافی نیست که یک جن رو احضار کنیم، بلکه باید به یک لحن و یک روش خاصی نطق بشه. بنابراین احضار کردن کار هر کسی نیست. امروز می‌خوایم در مورد جادوگر بزرگ و معروف صحبت کنیم، فلکی حسینی. این آقا یکی از شاگردای عبدالفتاح طوخی بود. عبدالفتاح طوخی کسی بود که یک مدرسه جادوگری داشت و کلی جادوگر روی دستش جادو رو یاد گرفتن. این مثال رو شنیدین که میگن شاگرد رو دست معلمی زده؟ حسین الفلکی با وجود اینکه طوخی بهش جادو رو یاد داد، بازم از استادش بهتر شد. تو دهه 80 میلادی اینقدر معروف شد که کلی کتاب تعریف کرد. حتی آدمای معروف میرفتن پیشش. از بازیگرا، فوتبالیستا بگیر تا سیاستمدارا میرفتن به دیدنش برای پیشگویی‌هایی که انجام میداد. بعد از این مدت خبری ازش پخش شد که مشتریاش که آدمای معروف بودن و میرفتن پیشش رو تهدید میکرد که رازاشون رو فاش میکنه. اما دلیل این همه شهرت حسین الفلکی چی بود؟ همش به خاطر یک فیلم بود که باعث شد ما امروز در موردش صحبت کنیم. یا بهتره بگم کل کشورهای عربی در موردش حرف بزنن. این فیلم اسمش اینه: بازگشت که انتقام بگیره. یه فیلم خیلی معروفی بود که تو سال 1988 ساخته شده. در مورد یک دکتره که دخترش توی سانحه از دست میده و احساس میکنه که این اتفاقی که برای دخترش افتاده به خاطر سهل‌انگاری خودش بوده. برای همین دکتر به خیر زندگیش میشه و میره توی یک ویلای دور از مردم زندگی کنه. فهمید که تو اون ویلا یک روحی باش داره زندگی میکنه و از اونجایی که داغدار دخترش بود با خودش فکر کرد که ممکنه روح دختر من باشه که داره به من پیام برسونه. واسه همین تصمیم گرفت که یه جلسه احضار روح آماده کنه تا ببینه روحی که داخل ویلاست داره بهش چی بگه. برای احضار یک روح نیاز به یک واسطه روحانی داره. کارگردان برای اینکه این وایب ترسناک رو توی فیلم ایجاد کنه تصمیم گرفت یک واسطه روحانی واقعی بیاره، اما رفت از کسی کمک گرفت که کل واسطه‌های روحانی مصر میشناختنش و اون کسی نیست به غیر از حسین الفلکی. بقیه داستان رو براتون اسپویل نمی‌کنم، میتونید برید خودتون ببینید. اما کارگردان قبل از اینکه شروع کنم به فیلم برداری سکانس رفت با حسین الفلکی گفت که وانمود کن که داری یه سری طلسم رو می‌خونی. واقعا طلسم نخون. این کار که خود کارگردان تصدیق واقعا بشینه یه طلسم می‌خونه و یک جن واقعی رو احضار کنه. حسین الفلکی هم بهش گفت حل، نگران نباش. فريق أنيق حريف مليق أنزلوا حتى يراقب النظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجي فهو محيط بكم أينما تكونوا تأتوني مسرعين بحق برهتهم كرير تتليه طرال مسجال ترقب برهش قطير قنعود برشال لمجاخ برعيولا كيدهولا أتوني مسرعين الوحى العجل الساعة انزلوا أينما تكونوا. توی لحظه گروه فیلم برداری و بازیگرها یک چیز عجیبی حس کردن. اما چیزی که اون لحظه حسش کردن هیچ کدوم ازشون اون لحظه در موردش حرف نزدن. اما یکی از فیلم بردارا گفت که یه سری طیف‌ها دور سر حسین الفلکی میدید. اون موقع کسی باورش نکرد و مسخره‌اش می‌کرد. گذشت تا اینکه فیلم برداری تموم شد، فیلم ادیت شد و روی پرده سینما پخش شد و این سکانس اومد روی پرده سینما. اما وقتی فیلم توی سینما پخش شد و این سکانس اومد روی پرده، فضا سنگین شد. مردم ترسیده بودن، یه حس عجیبی داشتن، اما دقیقاً اون لحظه متوجه نشده بودن دلیل این احساس بابت چی بود. با خودشون فکر میکردن آره چون فیلم خیلی ترسناکیه ما همچین احساسی بهمون دست داد. اما تنها عده‌ای از مردم که از جادو و جادوگری سر در میآوردن و گوشه‌ای با تجربه‌ای داشتن متوجه شدن که حسین الفلکی داشت دقیقاً چی میخوند. احضاری رو خوند که هر جادوگر با تجربه‌ای بلد نیست اونو بخونه و با لحن و سرعتی که داشت میخوند ثابت کرد توی کارش حرفه‌ایه. از اینجا عزت و احترام حسین الفلکی بین جادوگرها خیلی زیاد شد. کتاباشو میگرفتن، کلی کتاب تالیف کرد، ازش داخل کارهای جادوگری و داخل طلسم نوشتن کمک میگرفتن. اولش فقط آدمایی که سر از جادو و جادوگری سر در میآوردن میرفتن سمتش ازش کمک میگرفتن، اما به مرور این خبر پخش شد و به گوش مردمای عادی هم رسید. وقتی این خبر پخش شد دیگه این فیلم بند شد و دیگه نه داخل سینما و نه توی تلویزیون پخش میشد. اما الان که محدودیت‌ها رفته میتونیم راحت از داخل اینترنت ببینیمش. حالا احضار براتی چیه؟ طلسم براتی یا قسم براتی یا عهد براتی
به عنوان یک قسم عظیمی که هیچ پادشاه و جنی یا عفریتی نمیتونه ازش نافرمانی کنه و یکی از قوی‌ترین و سخت‌ترین طلسم‌های توی دنیا است و تنها 10 تا جادوگر وجود داره توی دنیا که میتونه اونو درست بخونه که هر 10 تاشون مردن و تنها فقط حسین الفلکی بود که میتونست اونو بخونه. این طلسم‌ها طوری نیستن که مثلا خودت یک کتاب باز کنی بشینی شروع کنی به خوندن و یاد بگیری، نه، بلکه باید یه نفر بشینه جلوت و اونو قشنگ بهت یاد بده که چطوری بخونیش، با چه سرعتی بخونی و هر کلمه رو چطور بگی. طبق گفته جادوگرها توی این طلسم 28 اسم از اسمای حسنی خدا وجود داره، اما به زمانی گفته شده که فقط فرشته‌ها و جن‌ها متوجهش میشن. برای همین وقتی خونده میشه اونا حضور پیدا میکنن. اما این حرفا کاملا اشتباهه و ارتباط گرفتن با این موجودات خیلی خطرناکه و کار درستی نیست. اغلب جادوگرها اینو میگن که جیب خودشون رو پرپول کنن و ما رو از مسیر خودمون دور کنن. میگه که جادوگر وقتی یه چیزی از جن بخوان تو هر نمازش باید این قسمو با هر نمازش 7 بار بخونه 7 روز. یعنی تو نماز روز اول 7 بار میخوندش، تو نماز روز دوم 14 بار، تو نماز روز سوم 21 بار. و این هر دفعه باید تعدادش رو زیاد کنه 7 بار تا اینکه روز هفتم برسه و خواستش رو از جن بخواد. یعنی شما ببینید چقدر جادوگر و مطیع شیطان شدن که حاضرن نمازی که برای خداست رو بخونن، درست بخونتش، خرابش کنه با یه طلسم که فقط چی بگیره؟ به خواستهای دنیویش برسه، مثل پول، شهرت، آسیب رسوندن به یه نفر، مریض کردن یه نفر. طور که بهتون گفتم حسین الفلکی با کارهایی که میکرد خدا رو راضی نمیکرد، پس قطعا پایان داستانش هم برای خودش راضی کننده نبود. مرگ حسین الفلکی یکی از مرموزترین مرگ‌های تاریخ بوده. هیچکس نمیدونه دقیقاً چطور مرده. حسین الفلکی رو داخل دفترش در حالی که خودشو تو اتاقش حبس کرده بود روی صندلیش پیداش کردن که چشم و دهنش باز مونده و روی صندلیش خشکی زده بود و در حالی که به سقف اتاق خیره شده بود. مشخص بود که از شدت ترس مرده. اما خب اگه بهش شکم فکر کنیم می‌بینیم که حسین الفلکی کارش با همین جنا بود، یعنی همه انواع اشکال جنای زمینی و هوایی و دریایی رو دیده بود، پس امکان نداره از ترس مرده باشه. یه دیگه میگن توی روزهای آخرش به شکل عجیبی به خودش مغرور شده بود. جلوی همه ادعا می‌کرد که جنا رو تنبیه میکنه، رامشون میکنه اگر عصیان کنن ازش. با خودم میگم شاید یکی از همون جنایی بوده که حسین الفلکی تنبیهش کرده و برای انتقام اومده حسین الفلکی رو کشته. پلیس بعد از مرگ فلکی دفترش رو چک کرده بودن. یعنی چیزای عجیب غریبی پیدا کرده بودن، از عکسای فوتبالیستا، سیاستمدارا و بازیگرا که واسهشون جادو درست شده پیدا کردن، تا شیر و خون و شیر خشک و حتی میگن شیر خشک اونجا بوده و مایع منی و همه چی. این نشون میده که حسین الفلکی چقدر تو کارش حرفه‌ای بوده که یعنی هر چی واسش می‌بردی یه جادو یه طلسم درست می‌کرد که طرفو زمین بزنه یا تو رو بالا بکشه. داخل اتاق حسین الفلکی یه چیز خیلی جالب پیدا کردن، یه دفتر، اینم یه کاغذی مثل که بود توش یه سری اسمای عجیب غریب نوشته شده بود و روش هم مثل که قفل بود. همونطور که می‌دونید قفل واسه معطل کردن، گره انداختن، بستن و اینجور چیزا استفاده می‌شد. مردم میگن اینا همشون اسمای جنایی بوده و شیاطینی بوده که ازش نافرمانی می‌کردن، تنبیهشون می‌کرد و کلا به دست و پاشون قفل می‌زد. یعنی شما ببینید که جادوگر چقدر تو کارش حرفه‌ای میشه، حتی جنا هم تنبیه میکنه. هیچ دلیلی وجود نداره که دقیقاً بفهمیم داخل اتاق حسین الفلکی چه اتفاقی افتاده. چون وقتی تحقیقات شروع کرده بودن و خواستن وارد اتاقش بشن، در اتاق از داخل قفل شده بود. یعنی که حسین الفلکی با اراده خودش رفت داخل اتاق و قفل زد و داشت کاری انجام میداد. حالا اون کاری چی بود که باعث مرگش شد خدا داند. بعضی میگن یه بزرگ جن یا احتمالاً احضار کرده و اینا. اینم دیگه میدونی با خودش مغرور بود، این صد کشته. برادرای فلکی گرفتن زنش که اسمش رشا بود و متهم کردن، گفتن که آره این زنه تمام داشت به مال و ثروت برادرمون. اون موقع که رشا زن حسین الفلکی با حسین الفلکی آشنا شده بود 23 سالش بود و حسین الفلکی 45 سالش بود. حسین الفلکی در سن 58 سالگی مرد. خلاصه پلیس که زنشو صدا زد و تحقیقات باش شروع کرد، بهش گفته بودن آره برادر شوهرات بهت این اتهامو زدن. اونم در جواب اتهام بهشون گفت که من با شوهرم زندگی خیلی خوبی داشتم، من یکی از طرفدارای پرواقرصش بودم و در این حد که اگر 2 صفحه از کتابشو نخونم شب خوابم نمیبره. همونطور که شما تا یک ویدیو از من نبینید خوابتون نمیبره. لایک و تاب یادت نره. آره خلاصه گفت بابا ما از سر عشق عاشقی با هم ازدواج کردیم، تنها مشکلی هم که با هم دیگه داشتیم این که خیلی سرم غیرتی بود و اینطوری زن فلکی همه اتهاماتو برگردوند سمت برادرای فلکی، همینطور اتهاماتو به سمت هم دیگه پاسکاری می‌کردن تا اینکه
که پلیس دیگه خاص شد گفت بسته. پرونده رو به دلیل عدم وجود دلایل کافی گرفتن بستن و دلیل مرگ رو نوشتن سکته قلبی. تا اینجا هنوز داستان فلکی تموم نشده. مردی که حسین الفلکی رو قصد داد یه سری چیزایی گفت که حینی که داشتم حسین الفلکی رو قصد میدادم یه سری چیزایی پرواز میکرد، یه سری صدایی میشنیدم. گفت من تا اون موقع نمیدونستم که دقیقاً دارم قصد میدم، اما وقتی خاکش کردن متوجه شدم که این یکی از جادوگرای معروف مصر بود. فلکی نه زندگی خوبی داشت و نه مرگ خوبی، فقط خدا میدونه که اوضاعش توی اون دنیا چطوره. داستان امروز یک داستان عادی نبود، بلکه یک پیام بود، چون اخیراً چیزای زیادی در مورد جادو و جنبل و درست کردن طلسم و اینا زیاد شده. در پایان بعد بهتون بگم این زندگی شماست که هر چیزی که میخوای ازش بپری، هر طور که دوست داری هم ببر، تو هر مسیری که قلبت راهنماییت میکنه برو، اما باید تو ذهنت باشه که خدا رهات نمیکنه و باید از دنیا به شکل درستی لذت ببری. چون اگه چیزهایی که میخوای رو از راه روشی غیر از راه روش خدا ببری، بهاشو سنگین باید بدی.